سلام چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب دوبلیتو. بچه‌ها تو این ویدیو مستر بیست کلا رد داده آقا. کلی چالش و آزمایش خفن رو داره برای ما اجرا میکنه که مثلا یکیش اینه که یه خونه رو با 100,000 تا دینامیت سوت میکنه میره هوا. پولا رو آتیش میزنه. من حقیقتا قلبم به درد میاد. واقعا قلبم گرفت. اگر موافقید بچه‌ها این ویدیوی خفن رو با یه دوبله خیلی باحال و فوق‌العاده از تیم دوبلیتو بریم ببینیم، دکمه لایک رو اول بزن. یه کامنت قلب خوشگلم برای ما بذار که تیممون حال کنه و انرژی بگیره برای ویدیوی یوتیوب بعدی که خیلی خفن تره. بدون درنگ اون لایک رو اگه زدید بریم ویدیو رو ببینیم. من تازه این قطار رو خریدم و الان داره با تمام سرعت به سمت اون گودال بزرگ حرکت میکنه. ما قراره ماشین زیادی رو داغون کنیم، هزاران دینامیت منفجر کنیم و حتی چند تا موتور جت رو روی ماشین ببندیم، فقط برای اینکه دیوونه کننده ترین آزمایش ها رو به شما نشون بدیم. اولین آیتم با پر کردن خونه با صدها دینامیت شروع میشه. لطفاً این کارگر توی خونه انجام ندین بچه‌ها. برای این آزمایش هر کدوم از رفقای من یه آدمک رو توی خونه قایم میکنن تا ببینن امکان داره زنده بمونه یا نه. من اینجا میذارم چون نباتیش هیچ وقت با هم قاطی نمیشن. من توی یخچاله. برو تو، زود باش. بیاین با همین خونه رو بهتر کنیم بچه‌ها. ای مواظب باش که دستتون یکی از اینا رو اشتباهی لمس بکنه خونه منفجر میشه. گم شو. آدمک کجاست؟ یخچال. تو کجا گذاشتی؟ تو ایفون نشسته. آره این خفن ترین چیزیه که تا حالا تو عمرتون دیدین بچه‌ها. پشمان پسر چه اتفاق بزرگیه. چه نگونی باید پشمان بگین چقدر جالب بود این اتفاق. موقع باشیم بچه‌ها. ولی خوبه که ما اینجا یه جایی هستیم که زدن بجاره. رفتم دیگه. هیچ خودم زنده نمونده فکر کنم. تا صبح خونه داشت میسوخت و ما هم مثل دست خر داشتیم نگاش میکردیم. فکر نکنم آدمکمون دووم آورده باشه. بریم آزمایش بعدی انجام بدیم بچه‌ها. مسابقه تناب کشی بین این تانک نظامی این دوتا اتوبوس کوچولو و بازنده به سمت گودال مرگ کشیده میشه. هیچ راهی نیست که تانک ببازه. هیچ آمده نیست. هیچ وردی نیست. اینم بگم ما اینجا آدم کشی را ننداختیم، همشون آدمک بچه‌ها. اینو بفهم. خب بچه‌ها یه نکته رو بگم. تو ویدیوی قبلی بعضی حالا گفته بودید که چقدر مثلا خشک و خیلی عامیانه دوبله کردید. تو این سعی کردیم که یه خورده واژه‌ها رو قشنگ‌تر کنیم. البته ما دوست داریم که همه در واقع حالا قشر جامعه، حالا هر کسی که هست بتونه توی محیط حالا خانوادگی یا هر چیزی که هست بتونه راحت ویدیو رو ببینه. این نکته رو یادتون باشه. به خاطر این خواستم بگم که ما نمیتونیم از الفاظ خیلی مثلا رکیک هم استفاده کنیم، ولی تو این ویدیو خیلی قشنگ‌تر این کارو تیم دوبلیتو انجام داده. خب ما از طریق این وسیله از راه دور کنترلشون میکنیم. یارو بچه این بازم دیوونه شده. 3 2 1 برو. من که مثل خم دارم گاز میدم فقط. کارشون تمومه. یا حسین اونجا رو ببین. اتوبوس رو هم چسبیدن. خدای من، وای پشما. برام خیلی جالب این نبود. بهترین چیزه که امروز دارم میبینم. اونجا رو نگاه کن. وای پسر دیدی اون عالیه. از صدای پوخ داره گوشم رو کر میکنه. بریم سر گودال رو بررسی کنیم با هم. نه من از بلندی خیلی میترسم. بهش فوبیا دارم. وایسا رسیدیم. ما به گودال رسیدیم. تو میگفتی که اتوبوس میتونه برنده بشه ها؟ واقعا نمیدونم. در ادامه ویدیو قطاری از روی ریل خارج میشه و همینجا فرود میاد بچه‌ها. اما قبل از انجام این کار این $50,000 که توسط هزاران TNT محاصره شده و این تخم جن ویل یا ویل هستش بچه‌ها. خوبی؟ اون جعبه تو مزرعه میبینی پروفسور؟ میبینم. ای بابا خیلی سخته. این حدوداً 1% از TNT های اطراف این پول هست. احمقی داشت. خب آره یه جورایی. این کارت بانکی منه. هر چقدر میخوای برای محافظت از این $50,000 پول خرج کن. اصلا به کتفم هم نیست برای محافظت از این پول از چوب، آجر یا حتی فولاد استفاده کنی. هر چقدر از این پول برات بعد از منفجر شدن باقی بمونه همش مال خودته. امیدوارم ناموسم ازش مواظبت میکنم. مطمئن باش تو اینو. یی فکر نکنم اون شانسی داشته باشه. اولین کاری که ویل انجام داد رفت و 12 تانک آب خریده، اونا رو تا ته پر آب کرد. من واقعا نمیدونم این لاشین همه پول از کجا میاره. اون باید بیشتر تلاش کنه چون این آبها برای متوقف کردن TNT ها کافی نیست. تا ویل کارش انجام میده بریم آزمایش بعدی. تو ویدیو قبلی موتورجت رو بستیم روی ماشین و از 8 اتوبوس پرید.
اما این دفعه ما 10 تا موتور جت رو روی ماشین میبندیم و میخوایم ببینیم که آیا مسافت بیشتری رو طی میکنه یا نه. رفقا یه نکته، اگه ویدئویی از مستر بیست یا یوتیوبری که بهش علاقه دارید و دوست دارید براتون دوبله کنیم حتما توی کامنت ها بگید. حالا یه کانال تلگرامی هم داریم که حالا یه جای صفحه میاد، اونجا هم حتما عضو شید که یه نظرسنجی میکنیم برای دوبله یوتیوبا، یعنی فیلمای یوتیوبرای معروف. بریم سراغ ادامه ویدیو. وقتی این ماشین از این سطح پرواز میکنه حس میکنم میخواد بره داخل درختای جنگل. من میگم به اتوبوس اول میرسه. ما نمیتونیم نظر الکی بدیم. این داداشمون با این نکا داره داخل ماشین رو میبینه، پس هرچی ماشین ببینه اینم میبینه. هی کار اسبا. آره منگل، ما داریم یه موشک میفرستیم سمتتون. باشه. 1 2 3 ماشین رو بفرستین سریعتر. بابا من چلاقم. اوه ماشین داره صاف میاد سمت ما. دارم سعی میکنم. یه کاریش بکن دیگه سریعتر. اوه صبر کن ببینم. ما رمپو شکستیم دوستان. ما این کار انجامش دادیم بچه. آره چاییدی. مرسی. خودروی جت به راحتی از 12 اتوبوس پرید و به معنای واقعی خار ماشین ساییده شد. من موندم چطور این موتور افتاده بیرون. جالبه هنوز داره پترس میکنه بچه. چی میدی یه کاری بکن. و حالا به گودال غول پیکر برگشتیم. اگه تو این گودال عمیق بپری و هزاران توپم زیرت باشه به نظرت میمیری یا نه؟ امتحان کنم. نداش بگیرش. یا بگیرم. چی کار میکنی؟ درد بچه کامل از بین رفت. خیلی بیشتری داریم. بندازش. نفس بیاد. شب کن. بخش شدیم رفتش توی سطح بچه ها. هی بذار اگه ماشین توی سطح بندازیم چی میشه ها؟ فکر کنم فهمیدید میخوام چی کار کنم. بندازش برو. ایول قاعدتا آدمک دیگه نباید زنده باشه. نابود شد مگه نه؟ بریم مرحله بعد. ویل جان داره خودش رو پاره میکنه و هنوز داره تلاش میکنه تا از $50,000 خودش محافظت کنه. اون خیلی جدی گرفته، حتی بیشتر از چیزی که فکر میکرد. چند تا کارگر استخدام کردم و دور پوله و دیوار ساختیم و فضای خالی و با خرت و پرت پر کردم و الان داریم دومین رو میسازیم. عمرن میرم هزینه عبور کنم. آبو وارد بازی کردی هیچی نگفتم. میخوام کارتو سخت‌تر کنم. اگه بذاری من TNT رو 2 برابر کنم پولاتم 2 برابر. میخوای کثافت بازی کنی؟ رفیق این سیاست منه. معامله کن. معامله میکنی؟ باشه. نمیدونم الان چرا مثل خر در حالی که اون داشت خودش رو پاره میکرد ما رفتیم سراغ آیتم بولینگ و تو پای بولینگ همین ماشین ها هستن. من آمدم برای گنگکاری. بیا ببینیم کار میکنه یا نه. اگه خوب پیش بره به همتون شام میدم بچه ها. نرو من گاشنمه. مثل اینکه خوب پیش نمیره. وایسا. ناموسن خوب پیش برو. من قول شام دادم. اصلا معلوم کجا داره میره. چرا این بیساب اینطوری شده؟ این فرار کنیم مادام. پشمام داره فر میخوره بچه ها. بریم سراغ ماشین دومی بچه ها. برو. مثل که این خوب داره پیش میره. یا پیغمبر. ایول بالاخره ما امشب شام میخوریم. چرا ماشین هنوز داره میچرخه؟ اینو خودم هم نمیدونم حقیقتش. تو این مدت من و بچه‌ها چند تا لباس با طرحهای خفن پوشیدیم که میتونید اونا رو از فروشگاه‌های زنجیره کوثر تهیه کنید. 1 2 3 برو. وای خدا. وای خدا برو آقا برو. لعنتی. آجی من زمستگرم بیا مقالم ثابتی کنم اینه به خرج کی میکنی علکیه. تو خوبی. برای بریم. رفیق حالا واقعا تو باطلتم عروسیه. ماشینه رو ببین نگاه کن اونجا رو. خیلی خفن بود پسر. موفقیت آمیز بود. لطفاً کانال دوبلیتو رو ساب کنید و حمایت فراموش نشه بچه ها. چیکار میکنیم بچه ها؟ اگه این بهت بخوره یه چیز خوب بچه ها دارن بدون من ویدیو رو میچرخونن و این خیلی خوبه. رفت یه درخت واقعا خیلی بد بود. مستر بیست. خب از اونجایی که پول وینو TNT ها رو 2 برابر کردم این احمق اومد یه خونه ساخته که شامل تانک آب و تشک و بلوک و کلی خرت و پرت دیگه است و دوباره لایه دوم دیوار بلوکی و تانک و آب و کلی خاک. حساب بانکیمو کلن به گو کشیده. من یه لایه دیگه هم دارم که هیچکی ازش خبر نداره. من به راحتی تسلیم نمیشم. چی؟ من چطوری نرم منفجرش کنم؟ جیمی بچه جیمی ریده تو خودش. الان میخوایم ببینیم که ویل چی کار کرده. من اینجا یکی از دوستام آوردم تا بهم کمک کنه این TNT ها رو منفجر کنم. تو مسئول کنترل هستی، فعلا چیزی نزن.
لحظه موعود فرا رسید. هر وقت خواسته یکی از این دکمه ها رو فشار بده. وای من که نمیتونم نگاه کنم. خدا گمه. بچه نگین وای پشمام، بگین چه جالب. بچه پولار توسته بودن یکی از بزرگترین انفجارهای تاریخ کانال مستربیس، یعنی کانال خودمه. اونجا رو نگاه کنه، خیلی خفنه. مطمئنم همه یه اونجا به چخ رفت پسر. من نمیتونم هیچی ببینم. همه چی خوبه؟ حال پولم خوبه یا نه؟ باید برم ببینم. باید ببینم پولم سالمن یا نه. امیدوارم سوخته باشن پسر. ما حساب کردیم و دیدیم نصف بیشتری از پولها سالم. آره ایول تونستم. شانس. تبریک میگم به نامرد، همه پولامو خرج کردیم. بریم ببینیم اگه قطار نزدیم توی گودال چه اتفاقی امشب میاد. همتون شام آره میدم. و لحظه ای که همه منتظرش بودیم، قطار ما با تمام سرعت به سمت این گودال غول‌پیکر حرکت میکنه. اگه تو قطار بودین کجا میشستیم بچه؟ آدمک گذاشتم توی کابین، بهتر اینجا از نظر آمارگه. خب من اونو جلوی در میزنمش. خیلی دوستت دارم پسر. ما امیدواریم که این آدمکا چیزیشون نشه و اگه هم اتفاق بیفته خورما خیرت میکنیم فوقش. ما تموم عمر منتظر این دسته بودیم. این قراره تو تاریخ ثبت بشه. رفیق بفرستش بیاد. حالا چشاته. قطار با تموم سرعت در حال حرکته و خیلی هیجان دارم بچه ها. نمیدونید این هیجان چقدر زیاده که من جلوش وای پیشم داره اتفاق میافته. یا خدای من الان میافته. بچه ها همه بگین چه جالب. وای به لحظه اساس داریم نزدیک میشیم. خدا گرم. وای افتاد. چرا؟ بالاخره افتاد. این به اونجا نگاه کنیم بچه ها. این جذاب ترین چیزی بود که توی زندگی من دیدم. اگه من جاش بودم مرده بودم اصلا. خیلی باحال بود من بچه هنوز تو ماتحتم عروسیه. خیلی خوشحالم. متاسفم همون سرویس شده بتونیم شما رو سرگرم کنیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حمایت از چنل دوبلیتو فراموش نشه بچه‌ها. چنل دوبلیتو رو ساب کن. چنل دوبلیتو رو ساب کن. خب بچه ها اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بچه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام یه جای این زیر داره میاد میبینید. حتما عضو شید و فالو کنید که یه سورپرایز ویژه داریم برای کسایی که کانال تلگرام ما رو عضو میشن. قراره که اگر کانال رو به 5000 نفر برسونید به 10 نفر یه هدیه نقدی خیلی خوبی اهدا کنیم. خیلی خوبه دیگه. ویدیو رو ببینید با دوبله فارسی و عشقشو ببرید. یه تو کانال تلگرام عضو شید، هدیه نقدیتون رو ببرید. عالیه دیگه. مگه نه؟ دمتون گرم بچه‌ها. ویدیو رو لایک کنید، انتقاد پیشنهاد هر چیزی که دارید توی کامنت ها بنویسید. ممنون میشم. اون دکمه قرمزه سابسکرایب هم بزنید، نوتیفیکیشن رو بذارید رو آل که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. خیلی مخلصم. مراقب خودتون و زیباییاتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.